الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدتی طولانی هست که برادران و خواهران زیادی از اهل توحید بنده را سوال می کنند و می گویند که ابو مریم نظرة الله کیست و چه عقیده دارد و آیا درسهایش را گوش کردن جایز است یا نیست. و البته این وظیفه هر یک طالب علم هست که حالت اهل بدعت را بیان بکند و حقیقت را بگوید و از ملامت کننده ها از اهل بدعت پروای نداشته و نترسیده باشد. احمد ابن حنبل میگویند عمل کردن به سنت این حفظ سنت و بیان کردن سنت و دفاع کردن سنت و بیان کردن حال اهل بدعت و جواب دادن شبهات اونها و ظاهر کردن حقیقت اونهاست. پس ابو مریم نظرة الله کیست؟ ابو مریم نظرة الله اصلش تاجیک، از در ازبکستان در یک منطقه تولد شده و از خردسالی به آموزش علم مشغول شده و بالاخره در مدینه منوره تعلیم گرفته و جامعه مدینه منوره را در قسم حدیث ختم کرده و البته معروف به مرجعه عصر حاضر است. مرجعه و جهمی عصر حاضر و از بزرگترین مدخلی های آسیای مرکزی و در بین تاجیک زبان، ازبک زبان و روس زبان هاست. در آخر سالهای 2006 7 تا سال 2011 در بین ملت تاجیک، مسلمان های تاجیکستان و اینچنین در قزاقستان مشهور شده و شبهات عقیده مرجعه و جهمیگی را پهن نموده است. و سبب پهنشوی این عقیده این است که طالب علمان اهل سنت و الجماعت پیش این مرجعه را نگرفتند، شبهات این را جواب ندادند، به این بحث و مناظره نکردند و حقیقت را در روی این نگفتند و مردم حال این مبتدع و حال این جهمی را بیان نکردند. از همین جهت اینها منتشر شد. و البته پیش از این که ما عقیده این را خودمان بیان بکنیم به شما صدایش را میگذاریم، 2-3-4 دقیقه است، گوش میکنید و بعد از این به سخن این جواب میگیم. و البته در نزد ما سخنهای زیاد از این ابو مریم نظرة الله هست که مخالف قرآن و سنت و مخالف منهج سلف این امت و مخالف اهل سنت و جماعت سخن کرده است و با منهج مدخلی و جامعی سخن کرده است. حالا یکی از خطرناکترین این منهجش را به شما بیان میکنیم و میگذاریم. حالا بیاید گوش بکنیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، لكن بعد از که انواع عبادت ذکر کرد شیخ الاسلام، انواع عبادت ذکر کرد و انواع عبادت کثیر گفت، یعنی هم مثل اسلام و ایمان و احسان و دعای و خوف و توکل و رجاء و رغبت و رهبت و الخشوع. گفت که همه چیزها همش از آنی که گفت از آن الله سبحانه و تعالی. تونه آیت او ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. لكن يأتي شيخ فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. عليك فمن صرف کسی که صرف کند همین یکی از نمودی از عبادت های غیر الله به صرف کند، غیر الله تعالی به یعنی بخشد،
یعنی معناش غیر الله سبحانه و تعالی دعا کند، غیر الله تعالی ترسد، یا غیر الله تعالی امید کند، غیر الله تعالی به توکل کند، از غیر الله تعالی ترسد، یا که غیر الله تعالی به رغبت و رهبت و خشوع کند، و چی میشد است؟ مشرک و کفر میشد. صرف عبادت یعنی عبادت غیر الله تعالی به چی کند؟ یعنی گرداند. یعنی صرف معناش یعنی دعایی که به میکنیم الله به، یعنی دعا که به صرف کرده میشد الله به صرف کرده میشد. اگر هم دعای غیر الله به صرف کند و چی میشد؟ یعنی مشرک و کفر میشد. یعنی فهمید؟ مشرک و کفر میشد. اگر جان مسئله که یعنی خطیر خود نام یه چیز خطورت به دلالت میکند، اینجا مسئله که یعنی همه روز که مردمایی که شرکنده که میبینیم که غیر الله به طواف میکنند، غیر الله به دعا میکنند، غیر الله به قربانی نظر میکند، توکل رجا میکند، همین های مشرک میگیم امروز ما. علم این چیز یعنی مراد شیخ رحمه الله اینی، مراد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمت الله علیه اینی، مراد شیخ اینی. فهمید؟ برای همین جان مشکله، همین جان مشکله میجنده که بعضی کور سواد ها بی سواد یک چیز میخوند و قول میخوند کنه، حالا میگه میخوند میبیاد مثلا حرف میخوند میگه که فمن صرف منها شیئا لغیر الله فهو مشرک و کافر، تمام میگه. یعنی دفتر روشکه بیاد نویس میگه در یک طرف هم که گفت شیخ الاسلام نه تو قول شیخ مثلا باید که چی نزد اهل علم مثلا چیز مثلا باید که چیز تفتیش کنی. همه مراد شیخ نیک یعنی بچه شیخ یکفرو بالعموم یعنی اون تکفیر شیخ الهی دو فعل تکفیر عموم هایی و تکفیر چی هست؟ تکفیر معین است. تکفیر عام هست و تکفیر معین است. تکفیر عام یعنی جهت عموم بگیم، عموم یعنی کسی که هم کار کند باید کفر میشه، لیکن از جهت معین یعنی تعیین زید گفته آدمای، زید گفته که آدمای همین کار کند همین زید کفر میگه. فهمدید؟ همین به مسئله تکفیر، مسئله چی گفتیم یعنی مسئله تکفیر، این مسئله بسیار مسئله چی گفتیم یعنی مسئله بسیار. بارک الله فیکم برادران و خواهرانی که از اهل توحید هستید. این سخنی ابو مریم نظرت الله مدخلی به شما بیان گشت. در این سخنش ابو مریم نظرت الله دو موضوع را میکشد. موضوع اول میگوید که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد، اشکر واضح گفت، هر کسی که طواف در قبور کرد، نظر به غیر الله کرد، عبادت به غیر الله انجام داد، ما آیا او را تکفیر میکنیم یا نمیکنیم؟ نظرت الله و شاگردش میگد که نه نمیکنیم و گفت که انمین منهج محمد ابن عبدالوهاب است. حالا که سخنی محمد ابن عبدالوهاب را خودش خونده است که من صرف شیئا لغیر الله فهو کافر و مشرک. هر کسی که یکی از این عبادت های نامبر شده را که شیخ خودشان ذکر کردن، از مثلا رکوع، سجود، نظر، توکل، استغاثه و غیر عبادت ها را به غیر الله انجام دهد، مشرک است و کافر است. ابو مریم نظرت الله جهمی می آید و میگوید که هر کسی که این عبادت ها را به غیر الله انجام دهد ما او را مشرک نمیگوییم، بلکه مراد شیخ هم همین است. مراد شیخ را از کجا گرفت؟ والله اعلم، از خودش گرفت، از منهج جهمی. و مسئله دوم یعنی مسئله اول مشرک را ما به شرک اکبر واقع شده را مشرک نمیگوییم، میگوید که این 100% مخالف قرآن و سنت و سلف این امت. و بعد از این مسئله دومی که سخن کرد مسئله این است که میگوید تکفیر دو نمود است، تکفیر عام و تکفیر مقید یا که بگیم یعنی معین. تکفیر عام و تکفیر معین.
تکفیر عام همین است که هر کسی که شرک را کند او کافر میگویم. اما چخیلی که ابو مریم نظرت الله میگوید در اینجا که هر کسی که مثلا یک زید گفتن آدم شرک را کند آیا ما تکفیر میکنیم؟ تکفیر معین نیست میگد، تکفیر معین نمیکنیم. والعیاذ بالله. ما در دی اون مسئله سخن میکنیم. اولا مسئله اول که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد آیا او مشرک هست؟ آیا او را مشرک گفته می شود یا نمی شود؟ البته دلیل ها از قرآن و سنت و اجماع و از کلام سلف این امت و از ابن تیمیه و علمای نجد، از شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب و نبیره هاشون وجود دارد و کتاب ها وجود دارد که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد مشرک است. جهل در شرک اکبر عذر نیست و هر کسی که دیده و دانسته و فهمیده به اونها عذر داد او هم مشرک است، عذر دهنده‌اش هم مشرک است. دلیل ها بر واجب بودن تکفیر کردن مشرک ها و دلیل ها بر کفری هر کسی که مشرک را تکفیر نمیکند از قرآن و سنت و اجماع به شما ذکر میکنیم. مختصرا اولا سوره بقره آیه 256 الله سبحانه وتعالى میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که به طاغوت کفر ورزید و ایمان به الله آورد به تحقیق به عروة الوثقى یعنی بلا اله الا الله، به اسلام و ایمان حقیقی صحیح چنگ زده است. کفر بالطاغوت چیست؟ کفر بالطاغوت در نزد اهل سنت و الجماعت چیست؟ چخیلی که شیخ سلیمان السحمان در کتاب الدرر السنیه فی الاجدة النجدیه صفت کفر بالطاغوت را بیان میکنند و میگن که یعنی اعتقاد کردن باطل بودن طاغوت و بغض و عداوت کردن طاغوت و تکفیر کردن طاغوتی که به کفر واقع شده و شرک را انجام میدهد و تکفیر کردن طاغوت، این کفر بالطاغوت است. و از همه بزرگترین مقتضا و طلبات کفر بالطاغوت این تکفیر کردن کافر، تکفیر کردن طاغوت و براءت جستن از او است. مفهوم این آیت همین است که هر کسی که به طاغوت کفر نورزیده است او به لا اله الا الله چنگ نزده است، لا اله الا الله صحیح نیست، به اسلام و به ایمان وارد نشده و از ملت ابراهیم علیه السلام نیست بلکه کافر است. والعیاذ بالله. کفر بالطاغوت چیست؟ این تکفیر کردن مشرکین است. پس وقتی که مشرکین را تکفیر نمیکنی بدون که تو خودت به شرک واقع شده ای. پس تکفیر کردن مشرکین این از کفر بالطاغوت است. مشرک را مشرک گفتن، چرا که خود الله مشرکین را مشرک گفت. الله سبحانه و تعالی گفت و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الكافرون. هر کسی که بجز الله اله دیگری را عبادت میکرد در حالتی که هیچ برهانی ندارد، حساب کتاب این در نزد الله است و الله کافران را نجات نمیدهد. علما میگن الله در اینجا این انسان را مشرک گفته است. هر کسی که بجز الله اله دیگری را عبادت میکند و هر کسی که عبادت را به غیر الله انجام میدهد به اجماع علما این مشرک است. چخیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب نونیه به بیت ها ذکر کردند 50 في 10 من العلماء في البلدان وقد كفروهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. یعنی هر کسی که به شرک واقع شود علما این چه انسان ها را تکفیر کردند و علما نه فقط مشرک را، هر کسی که مشرک را دید، مشرک را شرکش را فهمید، هیچ شبهش نماند، دید و دانست و مشرک را مشرک نگفت، او هم مشرک است. عذر المشرک هم مشرک است. و این سوره بقره 256 همین عذر المشرک را مشرک، یعنی کسی که مشرک را مشرک نگفت مشرک میشد میگد. و ملت حضرت ابراهیم علیه السلام چگونه ملت بود؟ ملت ابراهیم، ملت الحنیف، ملت الحنیفیه، ملتی که الله ما را امر کرد که به همین ملت ابراهیم اقتدا بکنیم. ملت توحید، ملتی بود که مشرک را مشرک میگفتند و از مشرکین براءت را اعلان میکردند. از همین جهت علما میگند هر کسی که مشرک را مشرک نگوید، از مشرکین براءت نکند، او را تکفیر نکند،
او در ملت ابراهیم علیه السلام نیست و کفر به طاغوت ندارد و خودش مشرک است. نظر بکنید به سوره ممتحنه آیه 4. الله سبحانه و تعالی میگه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه، همانا که برای شما الگوی نیکو هست، اسوه حسنه الگوی نیکو هست در ابراهیم و کسانی که با همراهی ابراهیم ایمان آوردند. زمانی که گفتند، یعنی ابراهیم و کسانی که با همراهی ابراهیم علیه السلام ایمان داشتند، گفتند که به قومشان، به مشرکین گفتند که ان براء منکم و مما تعبدون من دون الله. ابراهیم و قوم ابراهیم، یعنی ابراهیم و شاگردان ابراهیم، صحابگان ابراهیم علیه السلام، به مشرکین قومشان گفتند که ای قوم، ای مشرکین، ما براءت را از شما اعلان میکنیم. براءت چیست؟ بزرگترین لازمات براءت که براءت به این وجود نمیاد، این تکفیر کردن است. براءت از مشرکین، از کافر و مرتدین کرده میشد، اما از مسلمین را حجر کرده میشد. ابراهیم علیه السلام و شاگردان ابراهیم علیه السلام ایمان آورده ها از مشرکین براءت خود را اعلان کردند، یعنی مشرکین را تکفیر کردند و اوها را بغض و عداوت کردند. براءت یعنی تکفیر کردن، بغض و عداوت کردن است. و این چنین و مما تعبدون من دون الله، و این چنین براءت را اعلان کردن از آن چیزی که، از اون شرکایی که مشرکین عبادت میکنند، یعنی همین شرک را شرک دانستند، کفر دانستند و او را هم براءت کردند و او را هم بغض و عداوت کرده، از او هم دور شدند. کفرنا بکم، و این دومین جای محل شاید است که ما به شما کفر ورزیدیم گفتند. در همین جا علما میگن کفر یعنی اینجا در بر میگرد، یعنی تکفیر کردیم ما شما را تکفیر کردیم، براءت را اعلان کردیم و به شما عداوت و دشمنی داریم آشکار گفتند. و بین ما و شما دشمنی آشکار شد و عداوت آشکار شد، بغض و عداوت آشکار شد همیشگی تا همان روزی که ایمان به الله بیاورید. پس این ملت ابراهیم علیه السلام است که مشرکین را مشرک گفته میشد. ابراهیم علیه السلام و ایمان آورده ها با همراهی ابراهیم علیه السلام مشرک را مشرک میگفتند، تکفیر میکردند، براءت میکردند. براء منکم و اینجوری کفرنا بکم. چخیلی که این آیت را علمای نجد بمانند اسحاق ابن عبداللطیف، بمانند عبدالرحمن ابن حسن، بمانند شیخ ابن عتیق، بمانند سلیمان السحمان حجت می آرند و می گویند که مشرک را مشرک گفتن این اصول عقیده است و هر کسی که دیده و دانسته مشرک را مشرک نمی گوید، بدون شبهه، بدون چیز دیده و دانسته، او خودش مشرک شده است. در این مسئله از علمای معاصرم بمانند عبدالله جربو، بمانند سلیمان العلوان، بمانند علی بن خضیر الخضیر، حمود بن عقل الشعیبی، کبار العلماء، حمود بن عقل الشعیبی که استاد فوزان است، و حتی محسن العباد که مدخلی ها و نظرت الله و شاگردانش در گرد او جمع می شوند و می شینند، یک کتاب نوشته است، یک رساله نوشته است که مدخلی های گمراه گشته از این کتاب شاید بیخبر باشند. در اونجا آمده است که الایضاح و التبیین فی من یطوف فی قبور الانبیاء و الصالحین، ایضاح کردن و بیان کردن حکم کسانی که در گرد قبرها طواف میکنند، در گرد قبرهای انبیا و اولیا طواف میکنند. شیخ محسن العباد گفته است که اینها کافر است، در این دنیا ما اینها را کافر میگیم، گفته است تکفیر کرده است. پس از نظر نظرت الله، از نظر ابو مریم و شاگردانش شیخ محسن العباد والعیاذ بالله و دیگر از شیخهای علمای نجد و علمای سلف، این یک کورسواد و بیسواد است. اینها هم جاهلند، هم در حقیقت خودشان کورسواد و بیسواد هستند. بارک الله فیکم. البته آیات ها برای کافر بودن کافرها زیاد است و کافر بودن مشرک بودن مشرکین زیاد است. از سنت ما است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند، خیلی که در روایت امام مسلم آمده است، من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این کفر بر طاغوت ورزد، یعنی کفر ورزد به همه آن چیزی که بجز الله عبادت کرده میشد، بعد از این مالش و خونش حرام میشود. شیخ محمد ابن عبدالوهاب امام الدعوه را نظر بکنید که چی میگه. فقوله و کفر بما یعبد تأکید للنفی.
و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که در اینجا گفتند و کفر ورزد به آن چیزی که بجز الله عبادت کرده میشد، این تاکید به نفی است. میگه فلا يكون معصوم الدم الا بذلك فلو شك او تردد لم يعصم دمه. یعنی همان وقت خونش و مالش حرام میشود که میگه کفر به طاغوت رو ورزد، کفر به طاغوت به جا بیاورد، یعنی غیر الله را عبادت نکند، بما یعبد من دون الله، به او کفر ورزد. اما زمانی که میگه شک کرد، تردد کرد، نسبتی من دون الله، یعنی به غیر الله به چیزی دیگری شک کرد، تردد کرد یا عبادت کرد، او مشرک است، او مرتد است و کفر است هست میگه. نظر کنید به کتاب الدرر السنیه فی ادویه النجدیه. در این مسئله که مشرکان وقتی که به شرک اکبر واقع میشند اینها مشرک هستند، اجماع نقل شده است از اسحاق ابن راهوی، از شیخ و امام اهل سنت و الجماعه احمد ابن حنبل و از شیخ و امام اهل سنت و الجماعه امام شافعی و این چنین شیخ ابن القیم الجوزی و غیره. و البقاعی فی النظم، یکی از علماء اهل سنت و الجماعه میگه که فانه لم یأت نبی الا بتکفیر المشرکین. همانو که یگان پیامبر نآمده است مگرم به تکفیر کردن مشرکین. از نوح علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم هر یک پیامبر و رسولی که آمده است مشرک را مشرک میگفت و مشرکین را تکفیر میکرد. و بیایید حالا به کلام علما میگذاریم. امام الملطی یکی از علمای سلف این امت اهل سنت و الجماعت، وفات کننده عصر آخری عصر 377 در الشک فی کفر الکافر، در کتاب شک کننده در کفر کافر می آورد و می گوید که و جمیع اهل القبله لا اختلاف بینهم، و همه اهل قبله هیچ اختلاف در بینشان نیست که ان من شک فی کافر فهو کافر. هر کسی که شک کند در کافر بودن کافر، او کافر است. یعنی بیند، فهمد، داند که فلان انسان شرک را کرده است، بعد از این شک کند، تکفیرش نکند، کافر است. لأن الشاک فی الكفر لا ایمان له، زیرا که شک کننده متردد در کفر هیچ ایمان ندارد. لأنه لا يعرف كفرا من ایمان، زیرا که او کفر را از ایمان جدا کرده نمیتواند. فليس بين الامه كلها المعتزله فمن دونهم خلاف ان الشك في كفر كافر. در بین امت، حتی در بین معتزله هم هیچ اختلاف نیست که هر کسی که شک کند در کافر بودن کافر، او کافر است. نظر بکنید این چنین در کتاب التنبیه و الرد على اهل الاهواء والبدع صفحه 54. آیا این امام ملطی که میگویند هر کسی که مشرک را مشرک نگوید، کافر را کافر نگوید، کافر است، آیا این از نظر این مدخلی ها گمراه است، خوارج است، بیسواد و کورسواد است، یا که خود این ابو مریم نظرت الله جهمی بیسواد و کورسواد است؟ امام سفیان ابن عیینه میگویند من قال القرآن کلام الله فهو مخلوق فهو کافر و من شک فی کفر فهو کافر. یعنی در اینجا در مسئله تکفیر معین رفته شده است. چرا که مسئله دومی که نظرت گفت مراد شیخ این است که تکفیر معین کرده نمی شود، بلکه عموم تکفیر، یعنی این خیلی آدم ها کفر میگیم، تکفیر معین نیست. البته در این مسئله ما سخن میکنیم، تکفیر معین البته وجود دارد، این مذهب اهل سنت و الجماعت است. پس این چنین سخن ها که از سلف این امت آمده است وجود دارد. بارک الله فیکم. بیایید نظر بکنیم به کتاب شیخ، به سخنهای شیخ بارک الله فیکم محمد بن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه. پس ابن تیمیه رحمه الله میگن که هر کسی که صحابه را دشنام داد یا یکی از اونها را دشنام داد، یا که علی را اله گفت یا نبی گفت یا جبرائیل را غلط کرد گفت، یا که به شرک واقع شد، هیچ شکی نیست که او کافر است. و هیچ شکی نیست که هر کسی که این چنین انسان را تکفیر نکرد و توقف فی کفر کافر. در کتاب صارم المسلول مجله 3 صفحه 1108. و این چنین محمد بگویم
احمد ابن عبدالحلیم الحرانی، ابن تیمیه رحمه الله، شیخ الاسلام در کتاب الصارم المسلول میگویند و اینچنین در مجموعه الفتاوا آمده است که هر کسی که به شرک واقع شد و شرک اکبر را انجام داد به غیر الله نظر کرد و ذبح کرد، او مشرک است و به تو واجب است که شرک او را تکفیر بکنی و هر کسی که دیده و دانسته او را مشرک نمیگوید خودش مشرک است. و این چنین شیخ ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموعه الفتوا در مجله 35 صفحه 161 میگند کفر هؤلاء الدروز و النصیریه لا یختلف فیه المسلمون. در کفر دروز نصیری این مشرک ها هیچ یگان نفر از مسلمان ها اختلاف نمیکند، بل من شک فی کفرهم فهو کافر مثلهم. هر کسی که از یعنی کافر بودن اونها شک میکنه خودش کافر مثل اونهاست. سبب چی؟ سبب این که اونها مشرک هستند. سبحان الله. پس شیخ ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا مجله دوم صفحه 368 میگن که فمن شک فی کفر اليهود والنصارى والمشركين ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قوله ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. يعني هر کسی که حالت مشرکه فهمد، شرکش فهمد، شبهش نماند، بعد از این تکفیر نکند، او کافر است. ابن القیم الجوزی در کتاب اغاثة اللهفان میگن که وما نجا من شرک هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. و از شرک یعنی نجات نیافت کسی که بجز کسی که توحیدش را خاص به خاطر الله کرد و از مشرکین معادله و دشمنی کرد. حالا بیاید به سخن محمد ابن عبدالوهاب نظر بکنیم. محمد ابن عبدالوهاب میگه که در کتاب مجموعه الرسائل مجله 4 صفحه 33 یا که در کتاب الدرر السنیه فی اجوبه النجدیه مجله 2 صفحه 121 میگویند من قال انا لا اعبد الا الله. هر کسی که بگوید که من بجز الله هیچ کس را عبادت نمیکنم، یعنی یک تو پرست است. ولكن وانا لا اتعرض السادات والقباب على القبور وامثال ذلك. و بعد از این بگوید که من به این قبر پرستو کار ندارم، به این قبه هایی که به بالای قبر گذاشته است کار ندارم، من اونها را تکفیر نمیکنم. یعنی بگوید فهذا کاذب، این کاذب است، این دروغگو است در فی قول لا اله الا الله ولم یؤمن بالله ولم یکفر بالطاغوت. این دروغگو است به گفتن لا اله الا اللهش و ایمان به الله نآورده و کفر به طاغوت نورزیده است. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در حق کسی که از نام طاغوت ها می آید به موحدین مجادله می کند و طرف طاغوت ها را می گیرد و طرف مشرک ها را می گیرد، می گوید که او مدح الطواغیت او جدل عنهم خرج عن الاسلام ولو كان صائما قائما. هر کسی که طاغوت ها را مدح می کند، ثنا می کند، اونها را مسلمان می گوید و طرفداری می کند، یا از نام اونها می آید و به اهل توحید مجادله می کند و اونها را طرفداری می کند، از اسلام خارج شده است. این چی گفتنی گپ است؟ از اسلام خارج شدن گپ؟ انمون انسان از اسلام خارج شد، کافر شد. زید است، امر است، معین است، کسی نباشد. ولو کان صائما قائما، اگر چی نماز خوانو، نماز تهجد خوانو و روزه دار باشد. در کتاب الدرر السنیه فی اجوبه النجدیه مجله 10 صفحه 55. سبحان الله. در رساله رد میزنند محمد ابن عبدالوهاب به کسانی که توقف میکند در تکفیر کردن طواغیت. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رد میزند به کسایی که توقف میکند و به مشرکین حکم یعنی کفر نمیدهد و مشرکین را تکفیر نمیکند به حجت این که به اونها یعنی حجت واقع نشده است، به اونها حجت قائم نشده است، میگه اونها را تکفیر نمیکند. پس به اونها رد میزند و میگوید که هر کسی که به شرک اکبر واقع شده مشرک است. پس بارک الله فیکم، این سخن شیخ در کتاب الرسائل الشخصیه
صفحه 244 ذکر شده است. و در جای دیگر میگوید که شیخ در کتاب البته رساله شخصی میگوید که اذا كانوا اكثر من 20 سنه يقرون ليلا ونهارا سرا وجهرا ان التوحيد الذي اظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله لكن الناس لا يطيعوننا وان الذي انكره هو الشرك وصادق في انكاره ولكن لم يسلم من التكفير والقتال كان على الحق. یعنی محمد ابن عبدالوهاب در اینجا مخالف ها رو گفته شدن که کسانی که به محمد ابن عبدالوهاب مخالف بودند به محمد ابن عبدالوهاب میگفتند که محمد ابن عبدالوهاب یعنی خوب است و این است آن است، ولیکن اگر میگفتند همین محمد ابن عبدالوهاب تکفیر کردن و قتال بس کند بعد حق میشد میگفتند. یعنی محمد ابن عبدالوهاب مشرکین رو مشرک میگفتند. خیلی که معروف است نبیره های محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتند، به مانند بارک الله فیکم عبدالرحمن نبیره محمد ابن عبدالوهاب، عبدالرحمن ابن حسن مجددین الثانی دومین دولتی پیدا شده بعد از شکست خوردن دولت اول، دومین دولت رو که پیدا میکنند یک کتاب نوشتند، علامه عبدالرحمن ابن حسن نبیره محمد ابن عبدالوهاب، الادله والبراهین على عدم العذر بالجهل في اصول الدین. دلیل ها و برهان ها بر این که در اصول دین جهل عذر نیست و کسی که به شرک واقع میشد مشرک است. کتاب نوشتند. و در مسئله تکفیر معین که یک آدم مشرک انیق تکفیر کرده می شود، شیخ نبیره محمد ابن عبدالوهاب، اسحاق ابن عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتند، تکفیر المعین نام کتاب، تکفیر کردن معین. و کتاب نوشتند بر رد یکی از مرجئه های جهمی و تکفیر کردن داود ابن جرجیس. یک انسان بود نامش داود ابن جرجیس. داود ابن جرجیس به محمد ابن عبدالوهاب رد میزند و به نبیره های محمد ابن عبدالوهاب رد میزند. رد این انسان این بود که محمد ابن عبدالوهاب را خوارج میگوید و میگوید که محمد ابن عبدالوهاب تکفیری هست. چرا؟ برای آنکه میگوید محمد ابن عبدالوهاب به مشرکین عذر نداده، مشرکین را مشرک میگوید. باید مشرک را مشرک گفته نشود. خیلی که ابو مریم نظرت الله میگوید عقیده داود ابن جرجیس مثل عقیده ابو مریم نظرت الله بود که علمای نجد به داود ابن جرجیس به نهایت کتاب‌های زیاد نوشتند و رد زدند و باطل بودن او و مشرک بودن خودش را بیان کردند. الرد علی داود ابن جرجیس نویسید. الحمدلله این کتاب موجود است و در بین ما و در دست ما این کتاب وجود دارد. اما البته که این جهمی ها و این مداخله ها از این کتاب بیخبرند. بارک الله فیکم. پس در اینجا ببینید که به محمد ابن عبدالوهاب صوفی ها و بعضی از دیگر مشرکین پیشنهاد میکردند که ای محمد ابن عبدالوهاب تو همین تکفیر کردن مشرکین و جنگیدن با اونها بس کن، ما تو را حق میگیم. و عرفتم انهم يقولون لو يترك اهل العارض التكفير والقتال كانوا على دين الله ورسوله. انا مسخن در کتاب الرسالة 29 اومده است، در الدرر السنه في العقيدة النجدية. پس بنگرید که محمد ابن عبدالوهاب و نبیره هاشون مشرک را مشرک میگفتند و هر کسی که دیده و دانسته مشرک را مشرک نگوید عاذر المشرک و او را هم مشرک میگفتند. یک قصه عجایب محمد ابن عبدالوهاب در کتاب مختصر السیره ذکر کردند. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب مختصر السیره در صفحه 34 ذکر کردند. در اینجا آمده است قصه المختار ابن ابی عبید الثقفی. این انسان تابعین بود. مختار ابن ابی عبید الثقفی تابعین بود. یعنی بگویم باجی بگویم عبدالله ابن عمر بود و یک آدمی مصلح بود. در اول یک آدمی صالح بود بگویم، لیکن در آخر الامر اعوذ بالله من ذلك بریده واقع شد و دعوا کرد. همین تابعین که در اول خوب بود در آخر عمرش دعوا کرد که به او وحی از جانب الله می آید. بعد وقتی که این سخن را این تابعین مختار ابن ابی عبید گفت و بریده واقع شد، عبدالله ابن الزبیر رضی الله عنه
یک جیش رو آماده کردند، یک لشکر رو آماده کردند، به همین انسان جنگیدند و او را و لشکرش رو که لشکر به خودش داشت، پیروانش رو داشت، شکست دادند و کشتند. همین مختار ابن ابی عبید رو مرتد گفتند، خودش رو، لشکرش رو کشتند. حالا مقصد ما دیگر چیز است. و محمد ابن عبدالوهاب در همین کتاب مختصر السیره ذکر میکنند و میگن که و کانت تحته امرأه ابوها احد الصحابه، یعنی همین مختار ابن ابی عبید الثقفی که از تابعین بود، یک مرد صالح بود و بعد از این مرتد شد، عبدالله ابن زبیر کشتن، یک زن داشت و این زنش دختری صحابه بود. دختری صحابه، یکی از دخترهای صحابه، یعنی این زنی که پدرش صحابه بود، یعنی زنکی که تابعینی بود. و مصعب همین زن رو دعوت کرد، گفت شوهرت رو تکفیر کن. شوهرت رو که مختار ابن ابی عبید ثقفی هست او رو تکفیر کن. این زن که پدرش صحابه بود تکفیر نکرد. چخیلی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب سیره ذکر میکنند ابوها احد الصحابه فدعاها مصعب الى تکفیره فابت فكتب الى اخیه عبدالله یستفتیه فیها. مصعب برادرش عبدالله این قصه رو نقل کرد، یعنی طلب کرد از عبدالله که فتوا بدهد که این زن شوهرش رو تکفیر نکرده ایستاده است، چیکار بکنم؟ فكتب الیه ان لم تبرأ منه فاقتلها. عبدالله ابن زبیر بارک الله فیکم به مصعب نوشتند و فتوا دادند که اگر این زن از شوهرش براءت را اعلان نکند، ببینید در اینجا براءت به معنای تکفیر آمده شده است. مصعب ذکر کرده بودند که شوهرت را تکفیر کن، تکفیر نکرد. بعد از این عبدالله فتوا دادند که اگر براءت نکند، یعنی براءت به معنای تکفیر ذکر میشد، اگر براءت نکند یعنی از شوهرش رو اگر تکفیر نکند فقتلها، بکشش. البته این زن شوهرش رو تکفیر نکرد و مصعب کشت. چخیلی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در مختصر سیره میگن فامتنعت فقتلها مصعب، این زن شوهرش رو تکفیر نکرد و مصعب به قتل رسانیدند. فاذا كان الصحابه قتلوا امرأة التي هي من بنات الصحابه وذلك امتنعت من تكفير زوجها فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم، فكيف بمن زعم أنهم من أهل الإسلام ومن كفرهم والكافر. سبحان الله. صفحه 34. یعنی در این دوامش محمد ابن عبدالوهاب میگند، پس میگند بارک الله فیکم، اگر میگند زمانی که صحابه رضی الله عنهم یک زنی که دختری صحابه هست، یک دختری صحابه رو به خاطر این که شوهرش رو تکفیر نکرد کشته باشند، قتل کرده باشند، چی برسد به حال کسی که بدوی ها و مشرک ها رو دیده و دانسته تکفیر نمی کند و با دعوا میکند که همین مشرک ها از اهل اسلام است. سبحان الله. پس ببینید تکفیر کردن معین این منهج اهل سنت و جماعت است و تکفیر کردن مشرکین این منهج اهل سنت و جماعت است و تکفیر کردن مشرکین این از کفر بالطاغوت از اصل دین است. در جای دیگری کتابی همون سیر یعنی مختصر السیره ذکر میکنند محمد ابن عبدالوهاب که میگند و ما احسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار، يعني البدوي نفسه وأهل البادية، وأن المطوع الذي يسمون أهل الإسلام أنه كافر. يعني محمد بن عبدالوهاب میگن که چقدر خوب گفت یک آدمی بدوی، یک قشلاقی دهاتی زمانی که به پیش ما آمد و اسلام را گوش کرد، یعنی یک آدمی دهاتی، یک آدمی جاهلی از بادیه نشین به نزد محمد ابن عبدالوهاب آمد و محمد ابن عبدالوهاب او را دعوت کردند، اسلام را فهمانیدند و بعد از این گفت که همین آدمی بادیه نشین بعد از اسلام را فهمیدن گفت که من شهادت میدم که ما کافر بودیم، یعنی من و همون بدوی هایی که در دهه من هستند همه ما کافر میگید، اهل بادیه.
و همون آدمی که میگد ما رو مسلمان تا همین روز میگفت او هم کافر است میگد. الله اکبر. پس این سخنی کی است؟ سخن محمد ابن عبدالوهاب است، از کتاب محمد ابن عبدالوهاب است. ای جهلا، ای جهمی ها، ای مدخلی ها و جامی ها، نظر کنید به دین الله، نظر کنید به کتاب های محمد ابن عبدالوهاب. کتاب های محمد ابن عبدالوهاب، سخن های محمد ابن عبدالوهاب را از پیش خودتان شرح ندهید. ابو مریم نظرت الله کذابیش و دروغ بودنش و جاهل بودنش در اصول دین بیان میشد و بیان شد. چرا که سخن محمد ابن عبدالوهاب را از خودش میگد که مراد شیخ الاسلام این نبود. شیخ الاسلام خودش تکفیر کرده شده است، او میگد مراد شیخ الاسلام این نبود. سبحان الله. در کتاب دیگر بمانند الدرر الثانیه فی الاجوبة النجدیه مجله دهم صفحه 52 آمده است که در اونجا ذکر می شود که میگوید فهؤلاء الطواغیت الذين يعتقد الناس فيهم من اهل الخرج وغيرهم كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجه من الإسلام، فأقل أحوال أنه فاسق لا يصلي خلفه. یعنی اون طاغوت هایی که اعتقاد میکند مردم که اونها از اهل خرج است و غیر اونها که یعنی همه اینها میگد کفار است. یعنی طاغوت هایی که از بودیانشین است و طاغوت هایی که به شرک اکبر واقع شده، قبر پرست و قبا پرست شده است، همش کفار است میگد، همش مرتدین است، از اسلام خارج شده است. و هر کسی که می آید و این مشرکین را مشرک نمیگوید، مشرکین را دفاع میکند و از نام آنها با اهل توحید میجنگد و با اهل توحید بحث و مناظره میکند و انکار میکند، کافر بودن اونها را انکار میکند، میگد این باطل است. اهم کمترین حالتش این فاسق است، پشتش به نماز خوانده نمیشد و در جای دیگر میگد که این کفر است. برای من علی بن خدیر الخدیر، سلیمان العلوان و غیر از علما میگن که قد يستنكر بعض الجهال تكفير العلماء للبدو من غير علمه بسبب تكفيرهم، فكان البدو على ما يفعلونه من الذبح للجن وعبادة القبور معطلين للشرائع، فلا يصلون للفراد ولا جماعات ويتحكمون إلى السلوم والأعراف المخالفة لأحكام الشريعة وغير ذلك. وقد كتب الشوكاني رسالة في إثبات تكفيرهم. شيخ میگن که بعضی از جاهل ها تکفیر علما که جاهل های بدوی را کرده اند نمیفهمد، سبب تکفیرشون را نمیفهمد. علما به خاطر این همون بدوی ها را مشرک گفتند و تکفیر کردند که این بدوی ها، این آدمایی که در بادیانشین بودند، اونها به شرک اکبر واقع شده، ذبح به غیر الله میکردند، ذبح به جن میکردند، عبادت میکردند قبرها را، شریعت الله را تعطیل و ترک میکردند، نماز نمیخواندند. از همین جهت میگن شیخ شوکانی رحمه الله یک رساله نوشتند به اثبات کردن تکفیر بودیانشین هایی که به شرک اکبر واقع شدند. یعنی شیخ شوکانی رحمه الله هم مشرک را مشرک میگفتند، البته که در این مسئله کتاب هم دارد. پس جهمی ها به این سخن های علما چی میگید؟ چی میگید؟ در کتاب الدرر الثانیه یا که بگید نظر کنید به کتاب تاریخ نجد، در کتاب تاریخ نجد صفحه 420 آمده است من شک فی کفرهم فهو کافر فکیف اذا مدحهم و اثنى علیهم المشرکین. یعنی هر کسی که شک کند در کافر بودن مشرکین مرتدین دیده و دانسته، او کافر است. پس چی برسد کسی که به مشرکین خوبی میگوید، مشرکین را مدح میگوید، مشرکین را ثنا میخواند، این کفر بودنش باز سخت‌تر است. در دوامش میگوید فکیف اذا ضم الى ذلك مدح طریقتهم مثل ما يفعله الناس من الظالمین في الرياض و غیر ذلك. سبحان الله. پس این سخنهای محمد ابن عبدالوهاب است. حالا ما به سخنهای دور و دراز شود هم به سخنهای نبیره هاشون میاریم. در کتاب مجموعة التوحید صفحه 34 آمده است که شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگویند فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله
مرء یک انسان موحد نمی شود مگرم در حالتی که شرک را انکار بکند، ترک بکند و از شرک براءت بجوید و تکفیر بکند کسی را که شرک اکبر را انجام میدهد. الله اکبر. تکفیر، این چی گفتنی گپ؟ تکفیر کند همون کسی را که به شرک اکبر واقع شده است. این معین است، یعنی همون یک کسی معین زیدی که ابو مریم نظرت الله میگد که تکفیر نمی شود، این مذهبی محمد ابن عبدالوهاب میگد و دروغ و کذابی میکند. محمد ابن عبدالوهاب در کتاب مجموعه التوحید صفحه 34 میگد که باید همون انسانی که شرک اکبر را انجام میدهد و به فعل انجام میدهد یا اعتقاد میکند تکفیر کرده شود، او را کافر گفته، مشرک گفته شود. اگر نگوید او موحد نیست، او خودش مشرک است. وقد سمى الله تعالى اهل الشرك بالكفر فلا بد من تكفيرهم، هذا مقتضى لا اله الا الله، فلا يتم معناها الا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته كما في الحديث الصحيح. بتحقيق میگوید الله سبحانه و تعالی اهل شرک را به کفر ندا کرد. یعنی به تحقیق میگوید الله سبحانه و تعالی اهل شرک را نامگذاری کرد به کفر، یعنی کافر گفت. پس لازم است و ضرور است که میگوید اهل شرک تکفیر کرده شد، فلا بد من تکفیرهم، ضرور است که مشرک را مشرک گفته تکفیر کرده شد. این مقتضا و طلبات لا اله الا الله است و معنای لا اله الا الله کامل نمیشد، پره نمیشود مگرم میگد با تکفیر کردن کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک در عبادتش قرار داده، چخیلی که در حدیث صحیح آمده است میگد. یعنی هر کسی که به شرک اکبر واقع شد او مشرک است و این را الله و رسولش گفته است، و هر کسی که دیده و دانسته او را تکفیر نکند خودش موحد نیست. الله اکبر. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه. انا من حجت را در دوام سخن محمد بن عبدالوهاب میارن، میگن که هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این کفر بر طاغوت ورزد و کفر به آن چیز ورزد که بجز الله عبادت کرده پرسته میشد، بعد از این مسلمان میشود و مالش و خونش حرام میشد. و در دوامش میگن که وقوله وكفر بما يعبد تاكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم الا بذلك لو شك وتردد لم يعصم دمه. یعنی هر کسی که کفر به طاغوت نورزد، شرک را ترک نکند، او مشرک است، مرتد است. سبحان الله. پس ببین ای اهل توحید، ای برادر و خواهرم، که چگونه اینها گمراه شده اند و حقیقت اسلام را نمیفهمند. سبحان الله. در دوام سخنشان شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگویند، چخیلی که در کتاب الدرر السنیه فی الاجدة النجدیه در مجله دوم صفحه 109 آمده است: و انت یا من الله عليه بالإسلام وعرفت أن ما من إله إلا الله لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا، لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام، بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعادتهم وتكفيرهم. ای کسی که الله به تو منت کرده است و به تو اسلام و هدایت را نصیب کرده است، تو گمان نکن که زمانی میگویی که لا اله الا الله و بعد از این یعنی من بگویی غیر از همین لا اله الا الله دیگر چیز را ترک میکنم، به مشرکین کار ندارم و در حق مشرکین چیزی نمیگویم، با همین به اسلام داخل نمیشوی. یعنی تو اگر بگویی که من لا اله الا الله میگم موحد و بعد از این مشرکین مشرک نمیگویم بگویی، تو گمان نکن که همین با همین اسلام به داخل میشوی. نه، به اسلام داخل نمیشوی. ضرور است بر تو که مشرکین را بد ببینی، بغض و عداوت داشته باشی. هر کسی که مشرکین را دوست می‌دارد او را بغض و عداوت بکنی و مسبتهم و اونها را دشنام بکنی و عداوت داشته باشی و تکفیر بکنی مشرکین را. چخیلی که قال ابوک ابراهیم، چخیلی که پدرت ابراهیم علیه السلام گفت انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده ولو يقول رجل أنا أتبع النبي وهو على الحق لكن لا أترع ذلات والعزى ولا أترض بأبا جهل ومثل ما علي منهم لم يصح إسلامه. هر کسی که بگوید که من پیروی از رسول الله میکنم، پیروی از حق میکنم، لیکن بلات و عزا یعنی به جای شرک و به مشرکین کار ندارم، او به اسلام واقع نشده است. سبحان الله. پس میگوید در جای دیگر که وأما مجالة بغض المشركين بأن هؤلاء التواغد ما أمروا بهذا سمي من لم يكفر مشركا.
یعنی هر کسی که مشرک را مشرک نگوید مشرک بودن. سبحان الله. پس این بود سخنهای محمد بن عبدالوهاب و در جای دیگر در کتاب الدرر الثانیه فی الاجدة النجدیه مجله دوم صفحه 119 میگوید فقد كلف الله كل مسلم ببغض الكفار وافترض عليه عداوتهم وتكفيرهم والبراءة منهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. یعنی الله ما را مکلف کرده است، الله هر یک مسلمان را مکلف کرده است به بغض بدبینی کفار و فرض کرده است به عداوت و دشمنی کفار و به هر یک مسلمان فرض کرده است تکفیر کردن کفار را و براءت کردن مشرکین کفار را، گرچنده که پدرت باشد، فرزندت باشد، برادرت باشد. پس الله چنگ بزنید به اصل دینتون، چنگ بزنید به اصل دینتون. و در این مسئله سخنهای شیخ و سخنهای نبیره هاشون به نهایت زیاد است. حتی در جای دیگر در کتاب اصل الدین الاسلام و قاعدة امران میگن که اولین اصل این امر کردن به عبادت الله یگانه است که هیچ شریکی ندارد و سخت گرفتن در این مسئله و دوستداری به همین خاطر و تکفیر کردن کسی که توحید را ترک میکند. این اصل است. میگن کسی که توحید را ترک کرد تو تکفیرش نکردی خودت اصول را ترک کردی. مشرک را مشرک نگفتی مشرک میشوی. اصل دوم میگن الانذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هر کسی که شرک را کرد باید تکفیرش بکنی. عبدالرحمن ابن حسن میگن واسم الله تعالى اهل الشرك بالكفر فيما لا يحصل من الآيات. در بسیار آیات ها الله سبحانه و تعالی اهل شرک را به کفر اعلان کرد، آنها را کافر گفت. فلا بد من تکفیرهم ایضا. پس این چنین ضرور است و لازم است که مشرکین را تکفیرش بکنی. و هذا مقتضى لا اله الا الله. و انا من مقتضا و طلبات و ضرورت لا اله الا الله است. کلمه الاخلاص مقتضاش همین است. فلا يتم معناها الا بتکفیر من جعل لله شریکا في عبادته. معنای لا اله الا الله کامل نمی شود و انسان مسلمان نمی شود تا همان زمانی که تکفیر نماید اون کسی را که به الله سبحانه و تعالی در عبادت شریک قرار میدهد. پس ببینید نظرت الله، ای ابو مریم، ای شاگردانی او نظر بکنید به حالتون از نظر علمای نجد، از نظر علمای سلف که خود شما به شرک و به ردت واقع شده اید. توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. و این سخنی که الان گفتم در کتاب الدرر الثانیه فی الاجدة النجدیه مجله دوم صفحه 205 وجود دارد. سبحان الله. پس این چنین سخنها زیاد است. لو عرف العبد معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. كتاب الدرر الثانية في الأجدة النجدية مجله 11 صفحه 523. هر کسی که هر یک بنده که معنای لا اله الا الله را فهمد پس او میداند هیچ شکی نمیماند بر او که هر کسی که تردد بکند، شک بکند در کفر کسی که به شرک با همراهی الله واقع شده است، میداند که او خودش کفر به طاغوت نورزیده است. یعنی هر کسی که شک بکند در حق مشرکین داند که کفر به طاغوت ندارد. فلا يتم لأهل التوحيد توحيدهم إلا باعتزال أهل الشرك وعداوتهم وتكفيرهم. سبحان الله. عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب میگن که با اهل توحید توحیدشون کامل نمیشود. یعنی توحید اهل توحید کامل نمیشود مگرم با اعتزال کردن و ترک کردن و دور شدن از شرک و دشمنی کردن و عداوت کردن و مشرکین و تکفیر کردن مشرکین. تکفیر کردن مشرکین چیست؟ کافر دانستن اونها بالعین. سبحان الله. در این مسئله والله سخن بینهایت زیاد است. لقد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين من أهل الإسلام. يعني اون مشرکینی که یعنی به اهل اسلام خودشون رو نسبت میدن و در جای دیگر میگن که رد میزنند به کسایی که يعني لا إله إلا الله گفتگی انسان کفر نیست، گفتگی رد میزنند و میگن فقائل هذا القول لا بد أن يناقض ولا يمكن ترد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك في معنى إتيانه بشهادتين أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء فلا ظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا أن يكابر ويعاند. سبحان الله. در جای دیگر در مسئله کفری معین
شیخ عبدالرحمن میگن در کتاب مجموعة الرسائل مجله 4 صفحه 523 میگن فانه لا شك في كفره، یعنی هر کسی که به شرک واقع شد، ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك ان تقول كفر فلان بهذا الفعل. هیچ باکی ندارد زمانی که به تو معلوم گشت، تو فهمیدی که بشکننده اسلام واقع شد، بگویی که فلان انسان به فلان فعلش کافر شد. سبحان الله. این سخنی کی است؟ سخنی علمای نجد است، سخنی نبیرگان محمد ابن عبدالوهاب است. در جای دیگر میگویند در کتاب مجموعة الرسائل مجله اول صفحه 660 و در کتاب الدرر مجله 10 250 میگن که فمن قال ان من اتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وان عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر لان قائل هذا القول مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين. سبحان الله. هر کسی که بگوید، یعنی هر کسی بگوید که بمانند یعنی جهمی ها، هر کسی بگوید که هر کسی لا اله الا الله بگوید محمد رسول الله بگوید، یعنی هر کسی شهادتین را بگوید و نماز خواند او را تکفیر کردن جایز نیست بگوید. هر کسی که قبر را عبادت کند، هر کسی که غیر الله را عبادت کند، او را اگر نماز خوان باشد لا اله الا الله را بگوید تکفیر کردن ممکن نیست گوید فهو کافر، خودش کافر است. و من شک فی کفر فهو کافر، هر کسی که در این شک بکند خودش با کافر است، زیرا گوینده این قول میگد دروغ شمارنده الله و رسول و اجماع مسلمین است. یعنی هر کسی که مشرک را مشرک نگوید او مشرک است، خودش مشرک است، عذر المشرک مشرک است. سبحان الله. در اینجا یعنی مشرک کافر است گفته شدند، یعنی کسی که غیر الله را عبادت میکند اگرچه نماز خواند روزه دارد مشرک است، و هر کسی که همین را دید دانست و گفت که نه این نماز خوانده شده است، اگرچه مشرک باشد، شرک اکبر را کرده باشد، هم نماز میخواند و لا اله الا الله میگوید، شهادتین را میگوید، ما این را مشرک نمیگوییم، میگوید اینم مشرک است میگن، زیرا که این الله و رسول را دروغگو گفته و اجماع مسلمین را انکار کرده. و بعضی از ائمه اهل دعوه، ائمه الدعوه در کتاب الدرر السنیه آمده است که میگویند در مجله نهم درر السنیه صفحه 291 فمن لم يكفر المشركين فهو كافر مثلهم، هر کسی که مشرک ها را مشرک نگوید او کافر است مثل همونها. و این کان یکره دینهم و یبغضه و یحب الاسلام والمسلمین، اگرچه دین اونها را بد ببیند، یعنی دین مشرکین را بد ببیند، مشرکین را بد ببیند، بغض عداوت داشته باشد، اگرچه مسلمان ها را دوست دارد، مسلمین را دوست دارد، اما مشرک را تکفیر نکند، او مشرک است. فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، همانا که برای آن که هر کسی که مشرک را تکفیر نمی کند او قرآن را تصدیق نکرده است. شیخ سلیمان ابن عبدالله میگن نبیره محمد ابن عبدالوهاب صاحب کتاب تیسیر العزیز الحمید، چخیلی که در کتاب الدرر آمده است مجله 8 صفحه 160 من كان شاكا في كفرهم او جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله على كفرهم فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. هر کسی که شک کند در کافر بودن مشرکا یا جاهل بماند در کافر بودن مشرکا از سبب شبهه، یعنی شبهه داشته باشد، دیده و دانسته نیو، یعنی مشرک را یعنی از سبب شبهه بگوید که اونها لا اله الا الله میگند، من شبهه دارم از همین سبب یا که اونها به حجت نرسیده است بگوید و مشرک را مشرک نگوید، به او فهمانیده می شود، دلیل رسانیده می شود. اگر این یک آدم عادی باشد، عالم طالب علم نباشد، یک آدم عادی باشد و شبهه داشته باشد، دلیل از کتاب الله و رسول رسانده می شود بر کافر بودن مشرکین، و بعد از این که حجت می رسد بعد از این هم شک بکند، فإن شک بعد ذلك، و بعد از حجت رسیدن هم شک بکند یا تردد بکند، فإنه کافر، انا من آدمی که مشرک رو مشرک نگفت و شک کرد و تردد کرد خودش کافر است به اجماع علما. چرا که ان من شک، زیرا که هر کسی که شک میکند در کافر بودن کافر خودش کافر است. والله گپ درباره یهود و نصارا نرفته ایستاده است، گپ درباره مشرکین رفته ایستاده است که خودش رو مسلمان میگه. سبحان الله. پس سليمان ابن سحمان میگن که فإن جادل مجادل بأن عبادة القباب والدعاء لأموات مع الله ليس بشرك أو أن أهلها ليسوا مشركين بأن أمره واتضح عناده وكفره. یعنی هر کسی که مشرک را مشرک نگوید، دعا کننده های یعنی قبر پرستو دعا کنه، یعنی مرده پرست ها را
مشرک نگوید، بگوید که اونها مشرک نیستن، بگوید امرش واضح شد، اینادش آشکار شد و کفرش واضح شد. میگن سبحان الله. پس جماعت از علمای اهل دعوت گفتند، خیلی که در کتاب الدرر آمده است، در کتاب درر السنیه مجله دهم صفحه 436 میگن لا تصح امامه من لا يكفر الجهميه والقبوريه او شك في تکفیرهم. امامتی کردنی کسی که جهمی ها رو تکفیر نمی کند، قبوری ها رو تکفیر نمی کند یا شک می کند در تکفیرشون، یعنی مشرک ها رو مشرک نمیگه یا شک در تکفیر کردنشون میکند، امامتی او صحیح نیست، از پشت نماز نخونید میگه. پس برادر عزیزم و خواهر بزرگوارم، ببینید که در اینجا علمای مشرکین چی میگویند و علمای موحدین چی میگویند. مشرکان یعنی سبحان الله در زمان محمد ابن عبدالوهاب هم محمد ابن عبدالوهاب را همچنین میگفتند، خوارج میگفتند. امروز میبینیم که جهمی ها، مرجئه های عصر، مدخلی ها، جامی ها محمد ابن عبدالوهاب را و پیروان محمد ابن عبدالوهاب را خوارج میگند. سبحان الله. مما يوجب الجهاد لمن اتصف به عدم تكفير المشركين أو شك في كفرهم فإن ذلك من نواقض الإسلام، فمن اتصف به فقد كفر وحل دمه وماله وجب اقتاله حتى يكفر المشركين، حتى يكفر المشركين. در کتاب درر آمده است. این سخنی خطرناک است. در کتاب درر آمده است، مجله نهم صفحه 292. یکی از چیزهایی که میگه جهاد رو واجب میکند این است که یک جماعت بیایند و مشرکین رو تکفیر نکنند. همون جماعت رو یعنی دعوت کرده و با همین جماعت جنگ کرده می شود، زیرا که اونها بشکننده اسلام واقع شده اند، زیرا که مشرک را مشرک نگفتند، تا که بیایند و به اونها جنگیده می شود تا که اونها مشرک را مشرک بگویند. در جای دیگر در کتاب الدرر مجله نهم صفحه 291 میگند فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسول صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم. هر کسی که میگند مشرک ها رو تکفیر نکند، مشرک هایی که از دولت ترکیه هستند در خلافت اسلامی، در خلافت عثمانی بگیم، هر کسی که مشرک های دولت عثمانی ترکی رو تکفیر نکند و این عباد القبور که در دولت ترکی بود، دولت عثمانی بود، همونها این خودشون مسلمان میگفتند لیکن صوفی های عباد القبور بودند، همونها رو کسی تکفیر نکند به مانند اهل مکه و غیرشون که یعنی قبر پرست بودند و از توحید به شرک بازگشته بودند و سنت رسول الله رو به بدعت تبدیل داده بودند، او کافر است مثلشون میگه. اگرچه دین مشرکین رو بد بیند، اگرچه اونها رو بد ببیند، اگرچه اسلام رو دوست دارد، مسلمین رو دوست دارد، او کافر است، زیرا که میگه مشرکین رو تکفیر نکرده است، زیرا که الله سبحانه و تعالی اوها رو تکفیر کرده است در قرآن. قد کفر المشرکین و امر بتکفیرهم و عداوتهم و قتالهم، زیرا که الله اونها رو تکفیر کرده و امر کرده است به تکفیرشون و امر کرده است به دشمنشون، امر کرده است به جنگ کردن با اونها. پس محمد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن که من دعا علی ابن ابی طالب فقد کفر و من شک فی کفری فقد کفر. هر کسی که علی ابن ابی طالب رو عبادت کند، دعا بکند، کافر است و هر کسی که شک کند در کفرش او هم کافر است. این سخنهایی که گفتیم در الدرر السنیه فی الاجوبه النجدیه مجله نهم صفحه 291 ذکر شده است. برادران و خواهران عزیز، هزارها سخن دیگر در این مسئله در نزد ما وجود دارد، لیکن ببینید که 1 ساعت یا 2 ساعت وقت ما میبرد، طولانی می شود، به نهایت طولانی می شود. بعد از این ساعت مردم گوش نکنم سخنها رو که طولانی شد، لیکن در مسئله تکفیر معین من سخنی سلف رو میگویم و بعد از این سخن رو به پایان میرسونیم. شیخ امام البربهاری امام اهل سنت و الجماعه در کتاب شرح السنه صفحه 73 میگن فاذا فعل شيئا من ذلك، یعنی هر کسی که یکی از شکننده های اسلامی ظاهر رو به جا آورد، یعنی نواقض اسلام رو به جا آورد، وجب عليك ان تخرجه من الاسلام، به تو واجب است، به تو فرض است که این انسان رو از اسلام بیرون بکنی، یعنی تکفیرش بکنی. سبحان الله. یعنی وقتی که دیدی که این عمل رو یعنی به شکننده اسلام واقع شد، به تو واجب است که تکفیرش بکنی. سبحان الله. و این چنین نظر بکنید به کتاب الابانه ابن بطه الصغرى، ابانه الصغرى صفحه 104 نظر بکنید که چی میگن.
و حتی علما کسی که مرتد رو مرتد نگوید، معین نگوید، اون رو جاهل میگفتن، اون رو تکفیر میکردن. مثلا امام بخاری در کتاب خلق و افعال العباد صفحه 35 میگن و انی لا استجهل من لا یکفرهم الا من لا یعرف کفرهم. من جاهل میدونم، یعنی یک بدین میدونم کسی که یعنی جهمی ها رو در حق جهمی میگه، جهمی ها رو تکفیر نمیکند و مگرم بجز کسی که حال اونها رو نمیداند. دارمی رحمه الله در كتاب الرد على الجهمية میگن که و أي فرق بين الجهمية وبينهم أي المشركين المكذبين بالقرآن القائلين أنه قول بشر. یعنی چی فرق دارد بین جهمی و بین مشرکایی که قرآن رو دروغ میشمارند؟ هیچ فرقی نیست. میگن جهمی و مشرک هر دوش یک چیز است که میگن و ما نباید ترسی میگن حتی نجبن عن قتلهم و اکفارهم، یعنی اینو کفر است میگن. پس بارك الله فيكم این است مسئله تکفیر معین که تکفیر معین وجود دارد و علما کرده اند. مثلا امام بربهاری گفتند الجهمی کافر لیس من اهل القبله، جهمی کافر است و از اهل قبله نیست گفتند. و بعضی از بنامش تکفیر کردند. خیلی که در شرح سنه نظر کنید، در شرح سنه صفحه 117 نظر کنید. امام بربهاری مریسی یکی از معتزله ها و ابن ابی داود و بعضی از دیگرها رو گفتند که فإن هؤلاء كانوا على رده. اینها گفتند ابن ابی داود و مریسی در رده بودند، یعنی مرتد بودند. گفتند بالعین، عینش گفتند در کتاب شرح السنه صفحه 117. ابن بطه در کتاب ابانه الكبرى التتمه على الرد، التتمة الرد على الجهمية صفحة 127 میگد که من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى فهو كافر. هر کسی که دعوا بکند که الله سخن نمی کند، نمیشنود، نمی بیند، غضب نمی کند، روزی نمیشد، او کفر است. محمد بن عبد الوهاب در مسئله تکفیر معین در کتاب رسائل صفحه 42 گفتند که بدون که أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولم يشرك أكثر من أن تحصى من كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. بدون که دلیل ها بر تکفیر کردن مسلمان صالحی که زمانی که شرک به الله کرد یا که با همراه مشرکین شد بر ضد موحدین، در حالتی که مشرک هم نباشه، یعنی شرک هم نکرده باشد با همراه مشرک شد، به نهایت زیاد است که شمردنش از کلام الله و رسول و کلام علما زیاد است و مشکل است. یعنی به نهایت زیاد است که مشرک، کسی که به شرک واقع شد یا که با همراه مشرک رفت بر ضد موحدین مشرک است. در کتاب الدرر السنیه در مجله دهم صفحه 63 محمد بن عبدالوهاب میگن که اگر میگن ما تکفیر کرده علماها رو، یعنی اون تکفیرهایی که علمای سلف بالعین کرده اند شمریم و نویسیم، میگن به نهایت زیاد میشد، زیرا که علمای سلف میگن بالعین تکفیر میکردن. لو ذهبنا نعدد من کفره العلماء مع ادعاء الاسلام و افتوا بردته و قتل لطال الكلام. اگر میگن ما برای جمع کردن کلام سلف کی رو تکفیر کردند و به کی حکم قتل دادند و رده حکم دادند، اگر این چنین انسان ها رو جمع بکنیم به نهایت زیاد میشد. میگن سبحان الله. شیخ عبدالرحمن ابن حسن میگن که در کتاب الدرر السنیه مجله 11 صفحه 452 میگن که وذكر شيخ الاسلام ان الرازي صنف السر المكتوم في عباده النجوم فصار مرتدا الا ان يكون قد تاب. شیخ الاسلام تیمیه گفتن که میگن الرازی، فخر الرازی البکری، تصنیف کرد کتابی سر المکتوم را در عبادت نجوم و بعد از این مرتد شد. گفتن اگر توبه کرده مردگی باشد والله اعلم، لیکن اگر توبه نکرده باشد او مرتد شدگی، یعنی به همین کتابش مرتد شد. گفتن ابا بطین یکی از علمای نجد میگن که عبدالله ابا بطین ما سألت عنه من حكم التعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات، فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا لا شك في كفره ولا بأس بمن تعقد منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل دون اشتراط حكم القاضي وإقامة الحجة وغيرها، ذلك من عراقل المرجئة. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير، وأعظم أنواع هذا الشرك وهو كفر بإجماع المسلمين، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتسب بذلك لأن من زنى قيل فلان زاني. در کتاب الرسائل مجله اول صفحه 657 عبدالله ابا بطین میگن که
یعنی زمانی که پرسیده شدن که در حکم یعنی تکفیر کردن معین پرسیده شدن، گفتن که هر کسی که چیز و نمود از یعنی این مکفرات رو انجام میدهد به شرک واقع می شود، هیچ شکی نیست به کفر بودنش و هیچ باکی نیست که هر کسی که دید دانست فهمید که فلان انسان به شرک و به کفر واقع شد او را تکفیر بکند. یگان شرط و شروط ندارد. در اینجا قاضی بودنش، اقامت حجت کردن وجود ندارد. میگن برای مشرک اقامت حجت وجود ندارد دون اشتراط حکم القاضی و اقامت الحجه. برای اون که برای شرک اکبر مشرک بودنش اقامت الحجت اشتراط یعنی حکم قاضی شرط نیست. این میگن این سخن من عراقل المرجئه، این از همه سخنهای معروف مرجئه است میگن و سخنهای علما میگن در تکفیر کردن معین بینایت زیاد است. پس بارک الله فیکم، انا این از سخن اهل سنت و الجماعت. مثلا سلیمان ابن سحمان در کتاب عن الرملی که در اون رملی منصوب میدهد، یعنی رملیه که شهاب الرملی که استغاثه به اولیا را جایز میداند، سلیمان سحمان اینا تکفیر میکنند. چی میگند؟ هذا میگند الشهاب الرملی إن كان من المعروفين بالعلم فهو وأمثاله من جنس السبكي وأضرابه الغالين الذين يصنفون في إباحة الشرك وجوازه زاعمين أن ذلك من تعظيم الرسول والولاء. ثم لو كان شهاب الرمل من أهل الفضل والعلم والعباد والأكابر أهل الفقه والورع لكان سبحان الله إبادة غير الله، وهذا يوجب كفره وارتداده. در كتب الصواعق المرسلة صفحة 260 ذكر مكان، يعني تكفير معين مكان. شيخ ابن باز وعفيفي وابن قعود در كتاب فتاوى اللجنة الدائمة مجلة دوم صفحة 92 وداسك ميغوانت: من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر عليه حد الردة إن لم يتب، ومن لم يكفره فهو كافر إلا أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفه. یعنی هر کسی که در نزد تو کفرش ثابت شد به تو واجب است که اعتقاد بکنی به کافر بودنش و حکم بر وی بکنی به کافر بودنش و به ولی الامر واجب است که به ولی الامر مسلمین واجب است که به وی حد ردة را ماند، مرتد گفته حد کند و زند اگر توبه نکند. هر کسی که دید دانست یک مشرک را فهمید اما بعد از این به او حکم کفر را نماند، خودش کافر است، بجز در حالتی که اگر به شبهه واقع شده باشد. اگر به سبب شبهه مشرک نگفتگی باشد، اول به او حجت رسانده بعد تکفیر کرده شد. این بود سخن علما و سخن سلف این امت و سخن علمای نجد و احادیث و آیات بر باطل بودن مذهب ابو مریم نظرة الله المدخلی الجامی المرجئة الجهمی. کسی که مشرک را مشرک نمیگوید و این سخن را به محمد ابن عبدالوهاب نسبت میدهد زورا و بهتانا و تهمتا و با تهمت دروغ با شهادت زور به محمد ابن عبدالوهاب نسبت میدهد و بعد از این میگوید که منهج اهل سنت و الجماعت تکفیر معین وجود ندارد. شما دیدید که از سلف این امت تا این زمان تو ما ابن باز و غیره ذکر کردیم که این سخنش باطل است و دروغ است. پس بعد از این سخنی یک ساعت زیادتر شدن ما میگیم که از این انسان درس گرفتن، آموختن، گوش کردن و گرفتن دین حرام است، زیرا که محمد ابن سیرین میگویند خیلی که ضحاک و غیره میگن در کتاب مقدمه امام مسلم آمده است که العلم دین فانظروا من اين تأخذون دینکم. علم دین است، نظر بکنید که از کی دین میگیرید. کسی که دروغ به علمای نجد میگوید، کسی که مشرک را مشرک نمیگوید و عذر میدهد و در مذهب داود ابن جرجیس است، کسی که علمای نجد را نشناخته است و اونها را تهمت میزند در حالتی که اونها در تکفیر معین کتاب نوشتند به مانند اسحاق، در حالتی که اونها با این چنین عقیده جهمی نظرة الله ابو مریم رد نوشتند به مانند الرد علی داود ابن جرجیس، در حالتی که کتاب نوشتند بر جهل و عذر نبودن است بر مشرکین و مشرک بودن است، و در حالتی که خود محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتند مفید المستفید فی کفر تارک التوحید، و در حالتی که تمام علما میگن که کفر یعنی تکفیر معین وجود دارد، اما اینها می آید یک دینی نوی رو به وجود می آید، دینی که تکفیر ندارد، دینی که کفر به طاغوت ندارد، دینی که سبحان الله موالات به کفر